روشنه. من به دلیل مشکلات کاری اینا دیشب تونستم یادداشتامو تنظیم کنم، همینجوری اومدم با این یادداشتا به این دلیل از صندلی و میز استفاده میکنم. حقیقتشو بخواید من میخواستم در مورد بحران فرهنگ در دوره کنونی جامعه ایران صحبت بکنم. دلیلش هم این هست که فکر میکنم که از بزرگترین مشکلات ما، بدترین ویژگی ملی ما این هستش که یا طرفدار همه چیز هستیم یا هیچ چیز. این مطلق زدگی و مطلق گرایی هم در تفکر هست، هم در انتخاب‌های ما. و الان خوبه؟ الان بهتره. و الان شامل فرهنگ ما هم شده. البته مردها مخدوش هم، ولی به هر حال برای اینکه به فهم ما در بیان ناچار از یک دسته‌بندی هستیم. در یک دسته‌بندی کلی بحران کنونی فرهنگ جامعه ما رو میشه در دو دسته جا داد. امروز میخوام راجع به یک دستش صحبت کنم و یک دسته دیگهش خیلی پیچیده است. گروه اول سه تا تضاد درشت و عمده داره، سه تا مسیر و راه که من میخوام راجع به اونها صحبت کنم. یکیش فرهنگ نخبه است، دیگری فرهنگ مردم یا توده ها، و سوم هم فرهنگ مصرفی. البته دسته دوم که به نظر من خیلی حتی از این هم پیچیده تره، تضادهای فرهنگ ملی مترقی ماست. میگم مترقی برای اینکه بر اساس ناسیونالیسم غالب و افکار نژاد پرستانه و اینا من ناسیونالیسم رو تعریف نمی کنم، برای اینکه این ناسیونالیسم مترقی که من ازش نام میبرم هم در شکل و هم در محتوا یک روحیه کثرت‌گرا داره و اعتقاد داره به عدالت، به آزادی، به عشق، به برابری. اینا جزء اصوله و همه اینا البته متکی به یک نسبیت گرایی است که از تفکر جدید به دست آوردیم و در قدیم اینو ما نداشتیم. این فرهنگ ملی مترقی همطور که عرض کردم سه تا حریف قدر داره. اولیش فرهنگ غربیه. منظورم علم نیست، فوری یادآوری بکنم. منظورم فرهنگ تقلیدیه از فرهنگ غربه که دو تا ویژگی داره، یکیش جهان وطنیه، یکیش مهاجرته. اینا به شدت ضد فرهنگ ملیه تا به دست نمیاد مگر به قیمت از دست دادن فرهنگ ملی. دومیش فرهنگ قومی است. ببخشید اگه میگم فرهنگ قومی، برای اینکه فرهنگ رسمی ما متاسفانه تا الان قادر به برآوردن حق و حقوق اقلیت‌ها نبوده، چون که بر مبنای سیاست غیر عقلانی و برتری جویی که همواره خودش نشون داده، شکاف دولت ملت شکل گرفته و اصولش هم از هر نظر غیر عقلانی است. اون فرهنگ قومی که نام میبرم از کسانی است که فرهنگ هایی است که در ثروت و قدرت کشور سهیم نیستند. 44 سال گذشته از انقلاب فقط یک کرد وزیر بوده. بلوچ اصلا، ترکمن اصلا، عرب اصلا. این یه نمونش. هیچ نقشی در شراکتی در ثروت نداره. شما نگاه کنید به ردیف‌های حقوقی که برای استان‌ها تعیین کنن. کردستان ردیف 29، ایلام 31، فاجعه است. بنابراین نقشی در کارخانه‌ها، وحشتناکه اگه آمار بدم، تعداد کارخانه‌هایی که در کردستان هست 2% اصفهانه. حالا بگذاریم از این که تعداد کارخانه‌های اصفهان هم 2% برلینه، من کاری به اونش ندارم، فقط میخوام بهتون میگم فاصله وحشتناک رو نگاه کنید. اینا این فرهنگ قومی در واقع به جبران همه چیز مدعی هویتند، یه هویت متفاوت، با روحیه جدی اند، جنگجو اند،
و کاملا تدافعی عمل میکنند و به همین دلیل سخت دلنگران کیستی خود هستند. من کیم؟ برای چی باید از دایره ثروت و قدرت و تصمیم گیری ها و همه اینا به دور باشم؟ به همین دلیل سر ستیز با فرهنگ رسمی دارن، شوخی هم ندارن. این رقیب دوم فرهنگ ملی. رقیب سومش 100 سالی وارد جامعه ما شده و اون فرهنگ ایدئولوژیکه. ایدئولوژیک به معنی عقل کاذب و به معنی تجربه موهوم حزبی. این چیزی که به هر حال برآمده از تحلیل‌های کاغذیه و از فرهنگ بیگانه هم اومده و یه حرفم بیشتر نداره. میگه حقیقت در تصرف تو نیست بلکه در تحلیل ماست و فرق هم نمیکنه این ادعا و این فرهنگ ایدئولوژیک. از چپ چپ داریم مثل حزب کمونیست تا راست که حزب سومکا باشه در دوره رضا شاه که تقلید مستقیم حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر بود، تا بنیادگرایی اسلامی. چند سال پیش در کرمان نماینده مجلس فریاد زد آقا بنیادگرایی داره اینجا بیداد میکنه. تا این حد. به هر حال میخواستم بگم که من به این نمیپردازم امروز، این خیلی پیچیده است. با اجازهتون من به همون گروه اول میپردازم برای اینکه فعلا بحث جدی‌تری است. اون سه دسته‌ای که نام بردم، فرهنگ نخبه با فرهنگ مردمی یا فرهنگ توده ها و فرهنگ مصرفی، در واقع گرایش به اینها به طور جداگانه یا همزمان ریشه بسیاری از بحران‌های جامعه ماست. من اول اجازه بدید یکم راجع به فرهنگ نخبه صحبت بکنم، بعد در آخر خواهم گفت مشکلات کجاست. فرهنگ نخبه در واقع چکیده نبوغ و بزرگان ما در طول تاریخه. اون ظرفیت معنوی است که خودمون بروز دادیم در طی 7000 سال تمدن بر اساس اون دانه گندمی که در کوهپایه زاکروس پیدا کردند. ما میتونیم با شهامت سینه سپر کنیم که 7000 سال سابقه تمدن و یک جانشینی داریم. تجلیش در همه جا هست. تجلیش در شعر، در معماری، در موسیقی، در فلسفه است، در عرفان، در نمایش و همه جا هم هست. کم نداریم اینا. مثلا در شعر شما نگاه غول‌هایی مثل حافظ هست، سعدی هست، مولانا هست، فردوسی هست، شاملو هست و دیگران. در موسیقی هم میبینید که ما 3 تا پرچم داریم در جهان که استثنائیه. یکیش موسیقیه، یکیش فرشه، یکیش هم کاشیکاری. در دنیا بی‌نظیریم. این پرچم فرهنگ ایرانی است و این شما میبینید در حتی اینقدر گرانقدره که تابستون شنیدم در یکی از حیات یکی از کاخهای بازمانده از نظام سابق کنسرت دادن با بلیت 900,000 تومان. یعنی مردم اینقدر حاضرن بها بپردازن برای این فرهنگ. یعنی جایگاه داره، ارزش داره. حالا عرفانه که حالا بحثش مفصله و نمایشه. اخیراً یه نمایشی در تالار وحدت اجرا کردن با پول یک سازمان خاص. 40 میلیارد براش هزینه کردند با بلیت 500,000 تومان. و این در شرایطی است که قسمت نمایش مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کل فعالیت‌های نمایشی در سطح ایران که چیزی در حدود 250,000 نفر فعال داریم، کل بودجه‌اش 36 میلیارده. تو خود حدیث مفصل بخوان. این به هر حال میخواستم بگم که این فرهنگ نخبه هفتخان اسفندیار بود، چون که از شاهنامه گرفته بود، این وجه رو پیدا کرده بود.
تمام مدت بر اساس نوآوری اند. یعنی شما فرهنگ نخبه نوآور دارید. حافظ یگانه است، سعدی یگانه است، شاملو یگانه است، همه نوآورند. که تکرار باشه بی ارزشه. ما در هنر درجه دوش هم بی ارزشه از نظر ما. خلاقن و بسیار ویژه هستند، هر کدوم یک ویژگی منحصر به فرد دارند و از همه مهمتر مال یک اقلیت ممتازند. با عرض معذرت، مال یک اقلیت ممتاز این فرهنگ نخبه، مال مردم نیست. فاخرن، بسیار والا هستند و مناسبت دارن با احوالهای فردی آدم. کمتر وارد حوزه چیز جمعی میشن. اون فال گرفتن از حافظ به نظر من بدترین توهین به حافظه که برای خریدن این مانتو من ببینم این حافظ چی به من میگه، یا با این ازدواج موافقه یا نیست و از این مزخرفات. در اکثر اوقات تمام این فرهنگ نخبه ما بسیار روشنگران است، روشن فکرهای تراز اولن و یک ویژگی ناب دیگه هم داره، اینه که همشون کتبی اند. کتابت ضامن ماندگاری و این تأثیر گرانسنگه. از نظر محتوایی بدون استثنا همشون متکیان بر اخلاق، بر اندیشه و بر یک فهم درست از تمدن. هیچ کدوم از اینا بر ضد بشر و تمدن بشر و اخلاق نیستن. شما نگاه کنید فردوسی بهش میگن حکیم، ابوالقاسم فردوسی، یا شیخ شهاب الدین سهروردی و اون همه عرفان درخشان در واقع ما قبل ایرانیش. از نظر شکلی هم یعنی امر زیباشناسانش کاملا مبتنی بر کمالگرایی در شکله. دیگه سهل الممتنع تر از سعدی پیدا نمی کنید. دیگه رمز آمیزتر از داستانهای سهروردی پیدا نمی کنید. نخبه است، قله است. حالا دیگه از فردوسی و مولانا و اینا سخنی در میان نمیارم. حتی در معاصرین شما نگاه کنید ببینید کسی مثل شاملو یا فروغ چه درخشندگی غبطه انگیزی دارند. تمام اینا همطوری که عرض کردم میراث گرانقدر گذشتگان ما هستند، ذخیره معنوی اند و موجب فخر ملی. هرچند که همه جا هم در نقل قول ها و فلان و اینا از روی ماشین تاکسی های چیز بگیرید تا روی صدر ادارات اینا نقل قول اینا هست، همه به اونها مینازیم. ولی اخیرا من متوجه شدم بیشتر دروغ میگن، برای هیچ کس اینا رو نمیخونه. من سالهاست در دانشگاه درس میدم، متوجه شدم در دوره فوق لیسانس حتی یک نفر شاهنامه نخونده. دروغ میگن، اینقدر مینازن و فلان اینا، اصلا نمیدونن چند قسمته. هیچ کس حافظ و کامل نخونده، دروغ میگن. این نازیدن به گذشتگان بدون اینکه فقط حتی یک تماس سطحی باش داشته باشن که از ویژگی‌های مشکلات فرهنگی اخیر ماست که در قدیم اینجوری نبود، اخیراً اینجوری شده. دومین فرهنگی که ما سر و کار داریم باش و همه جا حاضره و ناظره، فرهنگ مردمه. فرهنگ مردم، برای اینکه نگیم فرهنگ توده‌های بیشکل، موهن باشه احتمالاً، تجلی این هم همه جا هست. از شعر بگیر، از معماری بگیر، از موسیقی، حتی عرفان سطحی الکی، حتی نمایش‌های چیز آنچنانی همه جا هست. بزرگترین مناسبتش اینه که اکثریت فراگیر جامعه با اون آشنا هستن. مردمی است. با زندگی یک نسبت مستقیم داره، یعنی در ارتباط با زندگیه. اغلب شفاهیه. ما فرهنگ مردم کتبی خیلی کم داریم. شفاهی، سینه به سینه است. و از همه اینا مهمتر سرشار از احساسه. در همین مورد
فرهنگ شفاهی خدمتتون عرض کنم که من علاوه بر نویسندگی و کارگردانی و تدریس یک کار دیگه هم دارم، این که در انتشارات قطره مسئول بخش نمایش هستم و کتابای چیز در بیاریم، خیلی هم کتاب در آوردیم برای دانشگاه، برای خوندن، برای اجرا اینا. خیلی جالب بود خدمتتون بگم که رمان‌های ما الان دیگه زیر 1000 تا چاپ میشه برای کشور 85 میلیونی. یک زمانی فخر انتشاراتی ها چاپ رمان بود، الان نمایشنامه از خیلی جالبه از رمان زده جلو، مردم دیگه نمیخونن. ما این کرونا که اومد، آقای مهندس فیاضی گفت مژده بهت بدم الان دیگه وقت شکوفایی است و اینا. در نهایت حیرت دیدیم آمار فروش ما به نسبت سال 99 سال قبل از کرونا. این چیه؟ من 4 دقیقه مونده، ببخشید. یه چیز دیگه بیارید دل آدم خالی نکنه. گفتش که آمار فروشمون 44% از سال قبل کمتر شده. در این وقایع اعتراضات خیابانی فروش ما رسید به 10%. ملت نمیخونن، ببخشید، بیگانن با کتاب. همچنان تابع اون فرهنگ شفاهی هست. این فرهنگ به شدت مطلق گراست، مذهب بزرگترین جلوه اونه و ریشش در باورهای کهن و ریشه داره و از این رو سرشار از استعاره، نماد و پند و روایت های گوناگونی است که به هر حال همیشه متکی به عادات و رسوم هزاران ساله مردمه و حتی آیین‌های متعدد پیش از اسلام. بنابراین به هیچ وجه نسبیت نمیشناسه و مطلق گراست و بسیار سخت و دیر هم تن به تغییر میده. یکی از بدترین عملکردهای منفی رو داره. در قسمت سوم من میخوام راجع به فرهنگ مصرفی صحبت بکنم که نه مانند فرهنگ نخبه جدی و عمیقه و نه مانند فرهنگ مردمی ریشه دار و اصیل. خیلی ها کار کرد، مثل هورکایمر و زیمر و آدرنو دیگران، خیلی مفصل بحثش، ولی چند تا ویژگی داره. من تیتروار نام میبرم چون که الان دیگه از این میترسم. اول این که خیلی خوش ظاهره، چون که بر اساس تولید انبوه، برای اینکه توده ها رو بتونه به دام بکشه. دوم این که ریشه در قوانین سرمایه‌داری معمولاً جهانی داره. و سومین ویژگیش اینه که کارش در همامیزی شدید فرهنگ با تجارته. و چهارم در دفاع از فرهنگ جسمی فیزیکی میکوشه در برابر فرهنگ فکری روحی. پنجمینش که کارش تولید لذت و سرگرمیه که اون تبدیل به یک اصل بزرگ و حتی میتونم بگم ایدئال کرده. و ششمین نکته این که نه برای رهایی بلکه و تمدد روحی فکری، بلکه برای فرار از واقعیت هاست. به همین دلیل تکثیر تولید میشه. و هفتمین نکته اینه کارش جذب و ادغام همه کلیشه هاست و نه ابداع و نوآوری زیباشناسانه. هشتمین ویژگیش اینه که هدفش تحمیل اخلاق طبقه حاکم است، به هیچ وجه در پی تحریک برای طغیان و سرکشی نیست. و نهمین ویژگیش اینه که از نظر روح و اندیشه به هیچ وجه نه ذوق، نه احساس، نه اندیشه رو تسعید نمیبخشه، دائما در فکر سرکوبه. و دهمین نکته هیچ وقار و کرامتی به زندگی آدم ها نمیبخشه. سنوبیسم بیشتر تظاهر گرایانه است، دروغ گفتنه، ادا در آوردنه، اصلش بر مبنای تظاهر و دروغه. 11مین نکته اینه که بسیار فراگیر، دم دست و بسیار سهل الوصوله. من یک گزارشی حیفم بیاد بهتون نگم، جامعه شناسای فرانسه تهیه کردن بر مبنای فیلم های هالیوود. حالا
دیگه راجع به ایران صحبت نمی کنم، که چرا فیلم های هالیوودی اینقدر موفقن در ارتباط با مخاطب، به این نتیجه رسیدن میانگین سنی درک و دریافت و ارتباط حسی و فکری با یک فیلم هالیوودی یک کودک 11 ساله است. نیاز به اندیشه نداره، دم دسته، سهل الوصوله. به همین دلیل دامنه تبلیغش بسیار گسترده است. و 13مین و آخرین نکته اینه که از همه اینا بدتر بیوطنه، سرمایه اصلا وطن نداره. راه برون رفت چیه؟ این سه فرهنگ بدبختانه از طریق نهادها، سازمانها و روابط متعدد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره چنان در هم تنیده شدند و ما و نزدیکان ما رو در پیله خودشون گرفتن که جدا کردن که هیچ، حتی بعضی وقتا تمیز دادن اونها هم غیر ممکنه. بنابراین برای اینکه یک انسجامی به دست بیاریم بین امر فرهنگی با امر اجتماعی در این عرصه، ما ناچار از یافتن یک ایده مشترک و فراگیر فرهنگی هستیم و میشه خاکی به سرمون بریزیم. منظورم سازش نیست، منظورم یه جور تلفیقه. یک، ضروریات اجتماعی اغلب ما رو وادار میکنن تا راه و رسم زندگی با مردم رو در بسیاری از شؤون از طریق فعالیت‌های هنری فرهنگی انجام دهیم. ما همیشه نمیتونیم در برج عاج زندگی کنیم یا تو جنگل بریده از مردم. ما یه حیوان اجتماعی هستیم. دو، و از سوی دیگر برای رسیدن به فرهنگ نخبه و والا واقعا لازمه خودمون از قید قدرت بازار و ارزش‌های اون رها کنیم. بد جوری پیله کرده، چون فرهنگ ذاتاً به دلیل خصلت دموکراتیکی که داره یک ویژگی رهایی بخش و استعلایی داره و همواره داشته و بوده. بنابراین آیا میتونیم از بزرگانی مثل حافظ و مولانا و شیخ شهاب‌الدین سهروردی و اینا چشم پوشی کنیم؟ از سوی دیگه یعنی هجوم این همه پدیده های زندگی مصرفی رو هم نمیشه انکار کرد. نمیتونیم خودمون جدا کنیم که از هر طرف ها رو محاصره کردن. من چند تاشو براتون مثال میزنم، مثالای اشکال نداره 2-3 دقیقه دیرتر بذارید من با خیال راحت این نکته رو بگم، خیلیش هم نمونده. یه جوانکی از رپ میخونه، تتلو چیه، 100 میلیارد این ایرانیان با فرهنگ خرج کردن رفتن ترکیه تا اون برنامه آشغال سراسر فوش و ناسزا رو گوش بدن. این مایه شرم فرهنگی ماست، این چیزی نیست جز این فرهنگ مصرفی. یا نگاه بکنید به محبوبیت بیمارگونه‌ای که فوتبال ایجاد کرده، فقط به دلیلی که تو دیگه انرژی اضافت خالی کنی و فکر نکنی. یا نگاه کنید به موج بازی‌های تلویزیونی احمقانه مثل مافیا و استعدادیابی که همش هم کپی آمریکاست، یک دونش ما رو خودشون نیست. یا نگاه کنید به هزاران فستیوال درپیتی سینما، از موبایل گرفته تا 8 میلیمتری تا 35 میلیمتری تا فلان در جهان، چون که همش هم ریشه در اقتصاد داره، در پول داره. یا نگاه کنید به عمل جراحی بینی ایرانیا که در جهان اولی. برای چی این کارو میکنید؟ این زیبایی از کجا اومده؟ ما اینو در بحث زیباشناسی سه تا تمایز قائلیم. میگیم یکیش زیباشناسی امپریالیستی، ریشش در کالیفرنیا است، یکیش ملیه، یکیش بومی. زیبایی کالیفرنیا موررنگ کردن و بینی گذاشتن و پروتز و این مزخرفات خود ما شبیه آمریکایی‌ها کنن، بلکه اون عقده خودکم در بینی در ما ایجاد شده از نظر اقتصاد و سیاست و فرهنگ. حالا و دوم فرهنگ ملی. من یک زن ایرانی رو ببینم میفهمم ایرانی، با چشم و ابرو، زیبایی ترکیبی اصفهانی شیرازیش فوری میفهمم. و یک زیباشناسی بومی داریم که در نوع خودش بی‌نظیره. مثلا مردم میناب
پوستشون سبز است، موهاشون وزه، ولی در نوع خودشون یک زیبایی شناسی حیرت انگیز جذاب دارن. قاطی کردن این ستا اوج حماقت و فلاکت و به همین دلیل حالا دیگه کاری ندارم به بعضی از چیزهای دیگه‌ای که مثل میتو اینا پا گرفت در آمریکا، آخرین حیوانات اجتماعی ما تقلید کردند، یا خرید خانه در و ویلا در خارج و این مسخره بازی ها، یا یکسانی مدل لباس ها، آپارتمان، ماشین و آرایش که بزرگترین قلم وارداتی ما آرایشه. برای چی این همه آرایش؟ من 10 سال اروپا بودم، جز برای مراسم رسمی هیچ زنی رو ندیدم آرایش بکنه. در اداره و دانشگاه در خیابان من هیچ، الان نمیدونی چی میره خیار بخره عین شب عروسی خودش آرایش میکنه. این چیزی نیست مگر این فرهنگ مصرفی احمقانه که ما به دامش افتادیم، این نیازهای کاذبی که برای ما به وجود آوردن. به هر حال کاری ندارم. بنابراین اگر تمایل به خلق یک راه تلفیقی که من اسمش میذارم راه چهارم داشته باشیم، که ناچاریم داشته باشیم، چون به هر حال نباید بریده از جهان و منزوی باشیم و احتمالا خدای نکرد دچار هراس از فضای بسته مثل کره شمالی. نباید خودمونو منزوی بکنیم، دیوار به دور خودمون بکشیم. بنابراین در این تعامل روزمره و تاریخی با این هستیم. پس ناچاریم تا ارزش‌های کلی این فرهنگ ترکیبی رو با شکل خاصی از زندگی پیوند بدیم. باید بگردیم پیدا بکنیم تا بتونیم ادعا بکنیم به یک فرهنگ پویا رسیدیم با رنگ و بوی امروزی و نه یک فرهنگ ایستا و مرده. فرهنگی که رو به سوی آینده داشته باشه، نه رو به سوی گذشته، یا حتی در جا بزنه. حتی در جا بزنه ایستاست. بنابراین هیچ کدوم از این سه راه به تنهایی، یعنی فرهنگ نخبه، فرهنگ مردمی و فرهنگ مصرفی، تا به حال جواب نده. نمیتونین جدا بکنید. فوری بگم هدف از این بحثی هم که خدمت شما عرض کردم به هیچ وجه خلق مجدد الگوهای گذشته نیست. من بگم الان بیایم عین ثنایی شعر بگیم یا حتی مثل فردوسی، غلطه. فردوسی 1000 سال پیش حرف دوران خودش رو با اون زیبایی شناسی زده. الان من باید حرف دیگه ای بزنم. و دو، مطلق زدگی یا ضدیت با اونام نیست. اینا در دل خودشون ارزش‌های مثبتی رو هم دارن که شما میتونید با اون پیشنهادی که من میکنم، پیشنهادم ترکیب و گرفتن مؤلفه های از هر یکی است. در جهان بی حفاظ و بی مرز کنونی هیچ راهی نداریم. یکی 2 تا مثال میزنم، حیفم میاد نزنم. من چون که نویسنده و کارگردان تئاترم میگم، مثالم تئاتریست. شکسپیر رو امروز دیگه مثل دوره خودش حتی در انگلستان هم اجرا نمیکنن، حتی به شکل موزه‌ای. میان زبانش ساده میکنند، امروزی میکنند، اون مفاهیم نخبه و والا رو نگه میدارن با یک زیباشناسی حتی بومی، نمیگم ملی. اینو میارن ساده، به روز و حتی خلاصه میکنند. حتی شکسپیر و انگلیسی این کار رو میکنن برای که بتونن اون غبار رو بردارن و یه ارتباط تازه‌ای باش برقرار بکنن. و اخیراً هم 2 تا موسیقی دیدم که یک کریستوف رضایی دوست من، فکر نکنم اینجا باشه، یک کاری کرده با یک گروهی که آوازهای گریگوریان کلیسایی فرانسه رو، آوازهای مذهبی پرتغال گرفته با موسیقی سنتی ایران و آوازهای کردی، مقامی کردی قاطی کرده و یک نمونه درخشان تولید کرده. مؤلفه‌ای از هر کدوم گرفته، ترکیب کرده و یک ارتباط حیرت انگیزی با شما برقرار میکنه. این به نظر من در زمینه سیاست هم فوری بگم، همین برگرفتن مؤلفه‌ای از همه در 2-3 دوره
موجب اتفاقاتی شده. حالا نمیگم نتایجش درخشان هست یا نیست، ارزش گذاری نمی کنم. یکیش در انقلاب مشروطه بود که دیدیم که بزرگانی قدم پیش گذاشتن. بسیاری از اینا معمم بودن مثل دشتی و دهخدا و ملک الشعرا و اینا یا کسروی، همه لباس در آوردن و اومدن توی این موج و دیدیم که با حتی روشنفکران شازده و دیگران و مردم چه انقلابی رو به وجود آورد. حالا نتیجهش چی شد بماند. یا حتی در دوره نفت پیش از خیانت کاشانی و اون پیمانی که با انگلیس آمد، در دوره‌ای که با مصدق بود، شما می‌دونید حرکت اجتماعی درخشان بود. بنابراین میتونن مؤلفه ها کنار هم باشن. و آخرین مثال از نظر سیاسی حضور فعال همه نیروهای چپ، راست، میانه، ملیگرا در انقلاب 57 بود با نیروهای مذهبی. و بس میشه مؤلفه ها رو کنار هم گذاشت تا به نتیجه برسه. البته من به عنوان سخن پایانی و عرض پوزش از شما بابت این تعلل و تأخر، این توجیه به هیچ وجه، این نتیجه که من میخوام بگیرم برای گریز از انقلاب و تحول اساسی در زیرساخت‌های ما نیست. اون به جای خودش باقیه. ما باید قادر باشیم تحولی که شایسته زمانه ماست، بلوغ فرهنگی و تاریخی ماست و گذشته درخشان ماست، ما زیر خشت به عمل نیومدیم، باید بتونیم این نوآوری رو انجام بدیم. و در این شرایط که اینا ممکن نیست، این برگزیدن مؤلفه هایی از هر یک از اینها فعلا یک راه حلی شاید شدنی است برای رفع موقتی این